دوستان خوبم، سلام، خوش اومد به کانال اسکیل روم. در این ویدیو میخوایم نحوه دانلود و اینستال کردن نرم افزار فیلمیرا رو بهتون بگیم. نرم افزار فیلمیرا در زمینه تدوین و ویرایش ویدیو کاربرد داره و یک جایگزین خوب واسه نرم افزار پریمیر هست. پریمیر یک نرم افزار سنگینه و سیستم های قوی تری میخواد، ولی نرم افزار پریمیر فیلمیرا سیستم های ضعیف تری میخواد. خب بریم سراغ موضوعش. سلام دوستان، خسرو آرازی هستم. میتونید کانال ما رو داخل یوتیوب سابسکرایب کنید، لایک کنید و واسمون کامنت هم بذارید و هم پایین علامت زنگوله هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتیم تشریف بیارید اون هم ببینید. خب بریم دنبال ویدیو داخل سیستم. مرورگر رو باز میکنیم و داخل سرچ بارش می‌نویسیم دانلود نرم افزار، چون من قبلا سرچ کردم میاره خودش دانلود نرم افزار فیلمیرا و اینتر رو میزنید. سایت های زیادی میاره، میتونه از سایت اصلی خریداری کنید ولی واسه ما هزینه برداره. خودتون میدونید با این وضعیت اقتصادی و هزینه های دلار نمیشه خرید، ولی سایت های زیادی ایرانی هستن کرک شده شو گذاشتن و میتونید از اونجا دانلود کنن، مثل سایت سافت ناداج. واقعا سایت بروز و سایت خوبی هستش، میتونید از اونجا دانلود کنید. اینجا نسخه آخرین نسخه نرم افزار فیلمیرا را کرک شده رو گذاشته. میتونید بیاید پایین واسه سیستم عامل های همچون اندروید، مک و ویندوز دانلود کنید. همچون آخرین گزینه افکت های ویندوز هم گذاشته و نحوه اینستال کردنش. آموزش نصبش هم خودش توضیح داده، میگه آموزش نصب نرم افزار کرک شده، آموزش نصب افکت ها. خب بیایم نرم افزار رو دانلود کنیم. نسخه 64 بیتی هست مال ما، میتونید نسخه 32 بیتی هم دانلود کنید. ما همین نسخه رو دانلود میکنیم، روی لینک کلیک میکنیم، خودش میاره واسه دانلود. چون من قبلا دانلود کردم این رو کنسل میزنم و میایم اینجا که نسخه دانلود شدهش رو داریم. اینجا یک فایل هستش، در کل یک فایل رر هست که دانلود کردیم، میایم اون رو اکسترکت میکنیم. اینجا پسورد میخواد، پسوردش چی است؟ پسورد اینجا خودش گذاشته پسورد، یا اگه اینجا هم نبود داخل سایت خودش اینجا پایین نوشته پسورد فایل فشرده. یه بار روش کلیک کنید کپی میشه داخل کیبوردتون و میتونید از اون استفاده کنید، یا از همینجا کپی کنید، یا اگه اینم نشد میتونید دستی خودتون softy98.ir رو تایپ کنید و اوکی رو میزنیم که اکسترکت بشه. نحوه نصبش یکم تفاوت داره با نرم افزارهای دیگه. اونم اینه که گفته آقا وقتی که پوشه رو باز کردین این بلاک هست رو کلیک راست میکنید، روش ران ادمنستراتور رو میزنید. خب یس رو میزنیم. گفته بعد که این کار رو کردید میاید روی ستاپ کلیک میکنید. حالا خودش یه داخل کامنت بار میکنه و باز میکنه و یه فایل نصب میاره، میگه آقا نصب میکنید، میگیم بله، یس رو میزنید. خودش بعد چند دقیقه، بعد چند لحظه، 1 الی 5 دقیقه بسته به سیستم شما زمان لازم داره واسه نصبش. من ویدیو رو اینجا کنترل میبرم جلو که وقتتون بیشتر از این گرفته نشه یا ویدیومون طولانی تر نشه. دوستان همینجور که میبینید نرم افزار نصب و کرک و کلا دانلود به اتمام رسید. حالا میتونیم نرم افزار رو باز کنیم. نرم افزار اولین باری که باز میکنه یکم زمان، یه ذره زمان میبره تا 1 دقیقه بسته بازم به سیستم شما باید صبر کنید. ولی در کل نرم افزار خیلی خوبیه، سبک، کار باش خیلی آسونه. میتونید تو ویرایش ویدیوهاتون از این نرم افزار، چه اندروید چه ویندوز، ولی تو اندروید و گوشی هم یه نرم افزارهای دیگه معرفی میکنم که واقعا اونا خیلی پیشرفته تر از این هستن. ولی در کلا در سیستم های ویندوزی، مک این خیلی کاربرد داره. به جای پریمیر میتونید ازش استفاده کنید. پریمیر واقعا نرم افزار خیلی سنگینی است، واسه همین تر افراد از همین نرم افزار استفاده میکنن. خب نرم افزار داره باز میشه. خب نرم افزار باز شد.
نرم‌افزار باز شد. همینجا که میبینید دیگه محدودیتی نداره، رجیستر شده است. میتونید از افکت ها استفاده کنید، دانلود کنید یا خودتون دستی از همون جایی که گفتن داخل سایت بیارید واسهش دانلود کنید. واسه افزودن افکت هم شاید یه ویدیو ساختم، ولی فعلا از این ترانزیشن و افکت ها استفاده کنید که خیلی عالی هستن. میگه اینجا فیلموراتون اکتیو شده که مشکلی نداره. خب دوستان، این نحوه دانلود و اینستال کردن فیلمورا بود. تو ویدیو آینده نحوه کلا نرم‌افزار رو توضیح میدیم. دوستان یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.